ما ماه رمضان انشالله 2 مراتبه افیر میکنیم الله نصیب کند. یک مراتبه یعنی روزانه به وقتی میبینیم، یعنی ما یک تا بعد عصر میکنیم، یک تا پیش از سحری، یک تا پیش از افطار، یک تا دیگه پیش از سحری. لیکن کی وقتی کی کتی وقتی همون آدمایی که ما رو بسیارتر پیگیری میکنن و اینجا معلوم میشد مثلا شهر دوشنبه هست یا شهر مسکو هست یا پیتربورگ است، یعنی کدام شهری که بسیار ما رو تماشا میکنن به ما اینجا نشان میدهد یوتیوب. یعنی طبقی هماها میکنیم، دیگرها بعد خسته یا که وقتش گذرانیده تماشا میکنن یا به یک عذاب خسته تماشا میکنن اگر ضرورشان باشد. یعنی که ما اکثری آدم ها رو به نظر میگیریم کیم بسیار تماشا کند وقتی هماهای به نظر میگیریم بعد عصر ری همون کشور و اینچونی پیش از سحری همون کشور.